توبه نکردیم رمضان می رود، بختگران از کفمان می رود. این دهه آخر و شبهای قدر، همچو نفس از تن و جان می رود، همچو نفس از تن و جان می رود. وای نبخشید مرا پر کشید، همچو یک مرغ پران می رود. آه صد افسوس که این ماهی خوب، زود ز پیشی همگان می رود، زود ز پیشی همگان می رود. قدر ندانستم شب قدر نیز، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشد از پاک هنوز از گناه، این رمضان اسب دوان می رود. توبه نکردم رمضان می رود، بختگران از کفمان می رود. این دهه آخر و شبهای قدر، همچو نفس از تن و جان می رود، همچو نفس از تن و جان می رود. باری الها نظر کن ببخش، بخت خوشی پیر دلان می رود. آه کجا آن بلندی که باز، دیده شود جانبی آن می رود. وای نبخشید مرا پر کشید، همچو یک مرغ پران می رود. آه صد افسوس که این ماهی خوب، زود ز پیشی همگان می رود، زود ز پیشی همگان می رود. قدر ندانستم شبی قدر نیز، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشد از پاک هنوز از گناه، این رمضان اسب دوان می رود. توبه نکردم رمضان می رود، بختگران از کفمان می رود. این دهه آخر و شبهای قدر، همچو نفس از تن و جان می رود، همچو نفس از تن و جان می رود. برادری پرسیدن سنت در روز افطار چی است؟ یعنی به خرما اکتفا شود یا اینکه همراهش نان هم بخورن؟ برادری محترم، آنچه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است و عادتی همیشگیشان در رمضان بوده، در روز افطاری، حدیث در سنن ابو داود و سنن ترمذی و غیره کتاب‌های حدیث دیگری میآید. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفطر علی رطبات. انس بن مالک رضی الله عنه میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم با چند خرمای تر روزه خود افطار میکردن قبل ان یصلی، پیش از اینکه نماز را بخوان، نماز شام. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، اگر خرمای تر نمیشد باز با خرمای خشک، با چند خرمای خشکی روزه خود افطار میکردن. و اگر خرمای خشک هم اگر پیدا نمیشد، باز با طاقه از آب یا مقداری از آب روزه خود افطار میکردن. و این عادتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. اگر کسی نان هم برش آماده است و اگر زیاد گرسنه است نان میخوره و یا چیزی دیگری برش غیر از نان، میوه است یا حلواست یا چیزی دیگری برش آماده میشه، اشکال نداره و کدام ممانعتی هم نیامده. و البته آنچه که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام میدادن حتی از لحاظ صحی هم گفته شده که صحی تر است و به بدن و معده مفیدتر می باشه.